салом алейкум бобои деҳқон. Монда набошӣ. Чӣ кор кардеси бобои деҳқон? навдои чира? навдои рост бизанам, палаткара надарона, палатка бикашим шохи зимистон омадеста. И чӣ ниҳола бобои деҳқон? ин ниҳоли киви мардум мега дар Тоҷикистон киви намешавад. Чӣ ба намешавад? Ин кивия ҳама. Ин ҳама дарахти кивия. И гармхона намеша бобои деҳқон? Ҳои гармхона да. Куя нишонта ягон тушаита? Лимона ҷазӣ кардем? Мегӯям дар Тоҷикистон киви намеша. Шумо ҳамира чӣ хали карда иҷа киви шуда яка? Иҷа меҳнат зиёд дар кор аст. Меҳнат мекунӣ киви мешавад. Кӣ мега намешавад? Ҳоли ҳам дарахти кивия яка? Ина дидеси ку кивия, аплисина, лимона. Ҳам меҳнат кунӣ ҳамаш мешавад. Дар Тоҷикистону? Ина мо барои нам чиз пешгирӣ касалоя дору кадестем шумо. Иҷа хеле тоқа кор мекунӣ яка? Инами шав рӯз инҷа меҳнат мекунем, фоидаша мебинем. Чанд дарахт дори яка киви? 50 дарахти кивия ина. Ина мира як қаламча буд. Мира овардем немҷа хымқати 10 рӯз 20 рӯз дар даруни об ман кардем. Ба гирифтем парвариш кардем немҷада мондем ша. Ина 5 сола дарахта. Ина миқа ҳосил карда ина. Куяча бичина каптемо? Я тане дыца мечинем. Неам яча битем бичи. Чиндесам? Ина дар шоҳидӣ шумо ай дарахт кивира мечинем. Ина бо чӣ дори яка дар боғит? бо дар боғу ина чӣ хеле ки шумо дидеста ина ҷа аплисинеш аста. Ина аплисина. Ина айдастаи гудакора инам қаш монда ҳамаша чиндиям хурдиям. Ма. Ина диди аплисина. Ина меҳнати дасти тоҷико ина аплисина меша. کیویرا میشه همین مهنت کنی همش میشه. السلام علیکم واعظی راه خدا محترم حاجی میرزا، از شما یک سوال دارم، التماس حقیقتش را به ما فهمانید. سوال چنین است: ملا امام مسجد محله ما چنان فتوا داده است که اگر مرد با دختر عاشق شود، اگر رازگی این هر دو و والدینشان باشد، با شاهد دو شخص به نکاح می توانند که خانه‌داری کنند. جوابش را انتظاریم. در آخر در حق ما جوانان دعا کنید که خداوند ما را به راه راست هدایت کند. برای ما خلق نادان و ساده تو کردی بازار علم را کشاده، بکردی ما را امروز مست و مدهوش در راه عشق الله همچون باده. خدا نگهبانتان باد. یعنی این برادر عزیز، هر یک ملایی که برای شما چی فتوایی که میدهد، امروز الحمدلله پیشرفت علم بینین. از ملاهاتان پرسین از کجا تو همین صحبت کردی، همین فتوایی که بر من دادی دلیل دارد یا ندارد؟ دارد دلیل. از بابا شنیدی؟ من بابای تو را قبول ندارم. ای محمد شنیدی؟ فتوات از خودت، فتوات از امام محمد. امروز الحمدلله قرآن است، امروز احادیث های پیغمبر است، امروز داملاهای زنده هست. از اونها میپرسم، حقیقتش میپرسم.
از این خاطر هر یک مسئله که برای شما میبراید، شما خودتان امروز عالم ها را میشناسین. کی از عالم؟ آنها را مراجعت کنید. از این خاطر رازگی پدر و مادرم شرط است. اگرچند که خدا رحمت کنه حضرت امام ابو حنیفه را در نبودن پدر و مادرم نکاح را صحیح گفتند، لیکن بعضی از شاگردهای او با باطل بودن این نکاح هم فتوا دادگی هستند. از این خاطر حضور پدر و مادر این فیض نکاح را نشان میدهد. حضور خیش و تبارش این با برکات بودن نکاح را نشان میدهد. وقتی پدر و مادر دست میبردارد و برای بخت سفید دخترش دعا میکند، میدانید این چند قیمت دارد. از این خاطر پدر و مادر راضی باشند، دختر و این جوان هر دو راضی باشند، باز دو شاهدی دیگر وجود داشته باشد، این حالت در داملا در همونجا حضور دارد و اینجا چیکار میکند؟ پیشنهاد میکند به این دختر برای تسلیم کردن نفسش و به این جوان پیشنهاد میکند برای قبول کردن این نفس تسلیم کرده این دختر. این حالت در چی میشود؟ نکاح آنها صحیح میشود. السلام علیکم اکای حاجی میرزا، من یعقوب ساکن دهه لواوی ناحیه کولاب در شهر دوشنبه در بازار کاروان و تجارت مشغول هستم. از شما خواهش دارم که یک دادرم در زاهدان ایران تحصیل میکند، طالب علم هستند و مادر دارم که مریض هستند. التماس در حق آنها و اهل عائله ما دعای خیر کنید. خداوند شما را نگهبان باشد. خدای مهربان این مادر که این برادر دیروز یک صدقه هم آوردگی بودند، خدای مهربان این مادر شفای کامل و شفای عاجل نصیب بگرداند و این جوانی که تحصیل علم دارد، خدا علم لدون، ذهن ذکی، علم نافع، علمی که برای فایده اسلام باشد، خدا نصیبش بگرداند. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم داملا حاجی میرزا، خدا را هزارها حمد و ستایش میکنم که از چندین کارهای ناروا باز ایستاده ام. اول و آخر فضل خداست، بعداً صحبتهای شیرین و دلچسب شماست. من تاجرم در سلطان کبیر، با 2 سوال مراجعت کردنیم و با شما اخلاص زیاد دارم. اگر تمام عالمهای تاجیکستان فتوا دهند، من از آنچه شما میگوید او را قبول دارم، از حساب اخلاصی به شمارم. داملای عزیز، در باب فضیلت طهارت چیزی میگفتی؟ البته در باب فضیلت طهارت خیلی حدیث های زیاد از پیغمبر خدا وارد شده است. در یک حدیث پیغمبر خدا میگوید من توضأ فاحسن الوضوء خرج خطایاه من جسده حتی من تحت اظفاره. هر وقتایی که امتان من طهارت میکنند، از تمام جسد او آن خطاهایی که کردن همش میریزند، مثل آبی که ریخته میشود، حتی که از زیر ناخنهاشان همان خطاهایی که کردن همش میریزند. اینم از طهارت است. ان امتی یدعون، خدا گفت در روز قیامت امتان من خوانده میشوند. وقتی امتان من دعوت کرده میشوند، آنها غرن محجلین، آن موضع هایی که طهارت کردند آنها جلا میدهند، آنها روشنی میکنند، مثل طلا چگونه که روشنی میدهد، چشم انسان خیره میکند. انا همین بندهای دست ما و شما، چهره های ما و شما، پیشانی و پای های ما و شما روشنی میکرده است. پیغمبر خدا میشناخت است که همین از امتی من است، من آثار الوضوء. پیغمبر خدا گفت این جلا، این روشنی از کجا پیدا شد؟ این از تأثیر همون آب طهارت است. از این خاطر پیوسته با طهارت بودن، بعضی عزیزان ما و شما گفتن این نشانه کلمه شهادت گفتن است. یعنی اگر ما و شما با طهارت باشیم، مبادا که یکی ناگهان اجل به سر ما و شما آمد، در نزد خدا ما و شما در نفرهای نویسانده میشویم که همچنان کلمه شهادتش گفتگی هست. این درجاتی هست که برای آدمانی که صاحب طهارت هستند. حتی یک حدیثی هست در صحیح بودنش خدا داناست، زیرا که من
روایت چه نیافتم، میگوید من نام علی الوضوء کان صلاته، هر وقتایی که اگر یک انسان با طهارت خواب کرد، میگوید نفسه تسبیح، نفسش تسبیح است، فراشه مسجد، همون جایگاه خوابه که 5 ساعت و 6 ساعت و 10 ساعت خواب میکند در نزد خداوند نویسنده میشود که همین بنده در مسجد نشسته است. فراشه مسجد، نومه الصلات، چند ساعتی که خواب میکنی، ممکن 7 ساعت خواب کنی، در نزد خدا نویسنده میشود که همین انسان 7 ساعت به سوی پروردگار نماز خواند. کسی که اگر با طهارت خواب میکند. خوش به حال همون برادرایی که پیوسته با طهارت هستند. این طهارت کردن خاصه نماز نیست، شما دائم میتوانید که با طهارت باشید. هر شب پیش از خواب کردنتان حتمی طهارت کنید، خواب کنید. حتی همین فضل طهارت شما را از آسیب جن هم خدا نگاه می‌دارد. از هر از ضررهایی که به سر شما می آمدگی باشد، همین فضیلت طهارت شما را چیکار میکند؟ نگاه می‌دارد. من تاجرم در سلطان کبیر، با 2 سوال مراجعت کردنیم و با شما اخلاص زیاد دارم. اگر تمام عالم‌های تاجیکستان فتوا دهند، من از آنچه شما میگوید او را قبول دارم، از حساب اخلاصی به شمارم. داملای عزیز، در باب فضیلت طهارت چیزی میگفتی. البته در باب فضیلت طهارت خیلی حدیث های زیاد از پیغمبر خدا وارد شده است. در یک حدیث پیغمبر خدا میگوید من توضأ فاحسن الوضوء خرج خطایاه من جسده حتی من تحت اظفاره. هر وقتایی که امتان من طهارت میکنند، از تمام جسد او آن خطاهایی که کردن همش میریزند، مثل آبی که ریخته میشود، حتی که از زیر ناخنهاشان همان خطاهایی که کردن همش میریزند. اینم از طهارت است. ان امتی یدعون، خدا گفت در روز قیامت امتان من خوانده میشوند. وقتی امتان من دعوت کرده میشوند، آنها غرن محجلین، آن موضع هایی که طهارت کردن آنها جلا میدهند، آنها روشنی میکنند، مثل طلا چگونه که روشنی میدهد، چشم انسان خیره میکند. انا همین بندهای دست ما و شما، چهره های ما و شما، پیشانی و پای های ما و شما روشنی میکرده است. پیغمبر خدا میشناخت است که همین از امتی من است، من آثار الوضوء. پیغمبر خدا گفت این جلا، این روشنی از کجا پیدا شد؟ این از تأثیر همون آب طهارت است. از این خاطر پیوسته با طهارت بودن، بعضی عزیزان ما و شما گفتن این نشانه کلمه شهادت گفتن.